در روایت داره که از وجود مقدس ظاهرا پیغمبر اکرمه، فرمود پروردگار عالم از 100 جزء رحمت خودش فقط 1 جزءشو فرستاده فعلا تو عالم دنیا، 99 جزءش مال آخرته، که اونجا چنان رحمتی از پروردگار عالم ظهور خواهد کرد که طمع ابلیس فی رحمته، ابلیس هم به طمع میفته که بریم شاید ما رو هم ببخشن. ابلیسی که گناه اولین و آخرین بر عهده اوست، وقتی اون رحمت تو آخرت ظهور میکنه از خدا، طمع ابلیس فی رحمته، طمع میکنه تو رحمت خدا. چیز عجیب غریبی است پروردگار عالم از رحمت و تفضل. خدایا اگر گناه من پیش تو بزرگه، اللهم ان کان ذنبی عندک عظیما فعفوک اعظم من ذنبی، اما عفو تو بزرگتر از گناه منه، چون گناه من به اندازه خودمه، محدود، عفو تو به اندازه خودته، نامحدود.